دادگاه منطقه کلاب یک جوان 24 ساله را برای زنده به گور کردن مادرش به 25 سال زندان محکوم کرد. نظیربек عزیزی دادرس همین دادگاه روز 13 январ به رادیو آزادی گفت که تغیمراد میرو ساکن 24 ساله شهر سربند ماه سپتامبر سال 2016 پس از یک مناقشه خانوادگی مادرش صدفمو نورова را با بیل زده و سپس در منزل اجاره‌اش در ناحیه دنغره زیر خاک کرد. مرافعه دادگاهی جوان آخری هفته گذشته برگزار شد و دادرس میگوید که تغیمراد میرو با گناهش اقرار کرد. با گفته دادرس عزیزی تغیمراد میرو را بر اساس ماده 104 کودکس جنایی با آدمکشی با بیرحمی مخصوص گناهکار دانستند. وی میگوید که جوان تاجیک از مادرش طلب کرده است که دارایی‌هایش زر و زیور را به او بدهد، ولی چون مادرش رد کرده است او به سر مادر بیل برداشته است. در پاسخ به سوال‌های همسایه درباره مادرش تغیمراد میرو میگفته است که مادرش بیدرک شده است، از بس که بوی جسد مادر خانه و اطراف آن را فرا میگیرد همسایه‌ها به مقامات ملیسا مراجعت میکنند و قضیه آشکار میشود. مقامات انتظامی میگوید که تغیمراد میرو در گذشته برای دزدی زندانی شده است. در تاجیکستان قتل مادر به دست فرزند حادثه بسیار نادر است، اما برخی کارشناسان میگویند با سنگین شدن شرایط اجتماعی اقتصادی حادثه‌های کشتار و یا جنایت‌های دیگر سنگین نسبت عزیزترین نزدیکان پدر و مادر هم به قید گرفته می‌شود. قتل صدفمو نورова اولین قتل مادر به دست فرزند است، ولی در اول ماه январ مقامات شعبه امور داخلی ناحیه واسه یک ساکن این ناحیه را با اتهام زیر خاک کردن پدراندرش بهادر سنگاو را بازداشت کردند.